شاهراه بی‌نظیر کوهی کلوب قلعه خم یکی از آن شاهراه‌های عظیم راست نموده گنج‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که طی سال‌های مورد بهره برداری قرار داشتنش رشد بی‌میلان و قوی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان را معین می‌نماید. محض همین را با برخورداری از شهر استقلال وطن دروازه مرکزهای سودا و مهمانخانه‌ها، بارگاه‌های زمانوی علم و معرفت بنیاد یافته، مشکلات انتقال مال و مواد، رفت و آمد طرفین به پرگی از بین رفته است. از رفت و آمد ساکنان به شهر و ناحیه‌های همدیگر درخت دوستی نمو یافته، میوه شهردوار شناخت، وحدت و یگانگی به بار آورده است. همچنین از رشد بی‌میلان و آینده درواز بنیاد و به استفاده دادن پل ماشینگذر میان تاجیکستان و افغانستان در دهه روزهای دهات قلعه خم ناحیه درواز که هر دو ساحل دریای پنج درواز کهن را با درازی 124.6 متر به هم می‌پیوندد واضح و روشن درک می‌دهد. این پل در قطار پل‌های دیگری بنیاد یافته از بالای رود سرکش 5 پل خاروق، اشکاشیم، ونج و پنج پایان از جهت دورنمای اقتصادی استراتژی برای هر دو دولت همحدود نهایت مفید میباشند. از این منظر اگر به تاریخ یک عصره دیوری درواز نظر اندازیم، بنیاد پل میان این دو دولت پدیده نیک است که از نزدیک شدن خلق درواز که اجباراً سال 1898 مطابق شرطنامه سرحد معین‌کنی بین انگلیا و روسیه جدا شده بود مژده میرساند. همه این نشاندهنده‌ها و بنیادکاری‌ها طی 29 سال صاحب استقلالی تاجیکستان آزاد دلیل روشن است که از وارد گشتن این کوهساره کشور درواز کنونی به دوره واقعاً هم سازندگی و بنیادکاری‌های نوین درک می‌دهد. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی مملکت زیاده از 1 میلیارد سومانی برای رشد باثبات ناحیه درواز از حساب بودجه دولت روانه گردیده است. در همین دوره از حساب 10 لایحه دولتی سرمایه گذاری در حدود ناحیه تطبیق شده قریب 900 میلیون سومانی از خود کرده شده است. در ظرف 29 سال برخورداری از شهر استقلال وطن در درواز 230 انشاءات اجتماعی و اقتصادی با مبلغ بیشتر از 420 میلیون سومانی بنیاد و از نوسازی گردیده است. در 10 سال اخیر از جانب دیرکسیون ساختمانی انشاءات حکومت دستگاه اجرایی پرزیدنت در درواز 16 انشاءات با مبلغ 41 میلیون سومانی از جمله 11 بارگاه‌های علم و معرفت بنیاد و تجدید گردیده است. با مقصد رسیدن به هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت چون دیگر شهر و ناحیه‌ها بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی در درواز با مرام ادامه دارد. عین حال در ناحیه 12 کارخانه صنعتی فعالیت داشته حجم استحصال محصولات سال از سال افزونتر می‌گردد. کارشناسان ساحه اقتصاد بر آن نظرند که آینده درواز را همچنین به طور صنعتی برای ماندن استحصال سنگ‌های ارزشناک آرایشی و ساختمانی معین می‌کند. به تخمین متخصصان ساحه ذخیره نوع‌های گوناگون مرمر به شاهراه عظیم اساسی کلوب قلعه خم نزدیک استحصال آنها مانع و مشکلات ایجاد نمی‌کند خیلی هم زیاد است که با استفاده از ذخیره‌های اشیاء خام محلی جهت تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی برای ماندن فعالیت منظم اقتدارهای استحصالی تدبیرهای علما اساسناک را به خاطر و یوگیتی 3 میلیارد متر کوبی ذخیره دارد و در پیشگاه شاهراه کلوب قلعه خم واقعاً باید یادآور شد که از آینده امیدبخش و منفعت آوری این ساحه آینده‌دار کشور درک می‌دهد. در مجموع امروزه درواز از توجه خاص آینده‌ساز پیشوای معظم و فیض‌پرور ملت حکومت جمهوری تاجیکستان به دروازه تبدیل یافته است که نه فقط تمام قسمت شمالی، غربی و جنوبی شرقی جمهوری را توسط این شاهراه بی‌نظیر کوهی به هم پیوسته است، بلکه به دروازه طرفین تمام کشورهای خارج نزدیک و نسبتاً دوری از هر دو سمت به تاجیکستان علاقه دوستی و همسایگی داشته تبدیل یافته است. این خود دلیل است از امکانیت‌های رشد قوی درک دهنده